الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که گاه نماز میخوانند گاه نمیخوانند، کسانی که نماز در وقتش نمیخوانند، کسانی که در نماز بی پروا هستند، کسانی که روز نماز ترک میکنند لکن بیگاهی قضا میخوانندش، بیگاه قضا میخوانندش. انا همین ویل برای اونهاست، برای کسایی که در نماز بی پروا هستند، برای کسایی که نماز قضا میکنند، برای کسانی که نماز از وقتش گذرانیده بد میخوانند، اینها را خداوند ویل گفت. من ترک صلاة حتی مضى وقتها ثم قضى عذب في النار حقبا. با حدیث خوب توجه کنید. رسول اکرم میگوید کسی که در دنیا نماز ترک میکند ثم قضا، بعد بیگاه که شد قضایی میخوانش، عذب فی النار حقبا، این گونه انسان خداوند در روز قیامت یک حقب عذاب میکرده است. از پیغمبری خدا پرسیدند حقب چیست؟ حضرت گفتند 80 سنه. برای یک نمازی که وی قضا کرده است، برای یک نمازی که وی در وقتش بی پروایی کرده است، خداوند در قیامت 80 سال عذابش میکرده است. الحق 80 سنه، پیغمبر گفتند 80 سال برای یک نماز قضا کرده خداوند عذاب میداده است. السنه، باز رسول اکرم دوام دادند السنه 360 یوما، یک سال پیغمبر خدا گفت میدانین که 360 روز است، لکن حضرت گفتند روزهای قیامت گفتند یک روزش 1000 سال این دنیا را برابر می شود. یک روز قیامت برابر 1000 سال این دنیاست. در کتاب در زیر همین حدیث صاحب کتاب خود رقم مانده است. گفته است برادرای عزیز، گفته است بیدار شوین که برای آدمی که نمازش را قضا میکند، برای آدمی که در وقتش نمازش نمیخواند، کار دنیایی برای او با ذوق شوق پیدا می شود و نماز بعدا میخواند، حضرت گفتند 80 را به 360 ضرب کنید و بعدا حاصل این به 1000 ضرب کنید، در آخر برآوردن رقمش 28800 سال برای یک نماز قضا عذاب کرده میشه. 28,800,000 سال. گفتن برای یک نمازی که انسان بی پروایانه قضا میکنه. پس وای به حال بی نماز. وقتی آدمی که در نماز اینقدر بی پروا باشد، قضا خواند، 1000 عذرهای بی معنی را پیش میارد، لباسم بی نماز است، کار مشکل است، آب طهارت نیست، وقت خنک است، بعدا میخوانیمش. وقتی که اینقدر سالی دراز برای عذاب باشد، پس وای به آدمی که در دنیا بی نماز از دنیا میگذرد، وای به حالش. چه عذاب سخت دردناکی برای او منتظر است. البته آگاه باشین که هر چیزی که در دنیا شما کاری دید، حاصل وی در قیامت همون گونه میبردارین.